بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. حتما برای شما اتفاق افتاده که گاهی برای نماز جماعت از منزل خارج شده باشید و به طرف مسجد بروید، اما وقتی که مسجد می روید می بینید که مردم نماز خوندند، نماز تمام شده. قطعا شما حسرت می خورید که چرا زودتر حرکت نکردید، چرا این ثواب نماز جماعت از شما فوت شد، چرا به جماعت نرسیدید. خود این هم یک فضیلتی هست. مهم این که شما از منزل خارج شدید به نیت نماز فرض، به نیت نماز جماعت تا مسجد رفتید. در این مسیر هر قدمی را که شما برداشتید یک ثواب و درجه براتون نوشته شده، اضافه شده و یک گناه از گناهانتون کم شده و در مسیر رفت و برگشت شما در حکم نماز هستید، یعنی گویا که دارید نماز میخوانید. اما اضافه بر این مژده‌ای هست که رسول الله صلی الله علیه وسلم دادن. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه میگوید و روایتش در سنن ابو داود هست، میگوید که من توضأ فاحسن الوضوء ثم راح فوجد الناس قد صلوا. اگر کسی وضو بگیرد، وضوش خوبی رو بگیرد، یعنی کاملا وضو بگیرد و بعد از آن حرکت بکند به طرف مسجد، فوجد الناس قد صلوا، اونجا در مسجد وقتی که میرسد میبیند که مردم نماز خوندن. رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماند که الا اعطاه الله ثواب من صلاها و حضرها، الا اعطاه الله اجر من صلاها و حضرها، که الله متعال به چنین فردی ثواب کسی را که با جماعت نماز خونده این ثواب را به این فرد میدهد بدون اینکه از ثواب نمازگزاران دیگر کم بشود. این فرد چون که به نیت نماز جماعت خارج شده و این زحمت را متحمل شده، رفته به مسجد و میخواسته که به نماز جماعت برسد اما اتفاقا نرسیده، رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرمایند که اجر و پاداش کسانی که با جماعت رو رسیده بودند و نماز خوندند همون پاداش به این فرد هم میرسد. پس بنابراین به این گمان و با این وسوسه که الان دیگه دیر شده، من به نماز جماعت نمیرسم، مردم دیگه نماز را خوندن، زشته من وقتی برسم تو مسجد که مردم دارن بیرون میآیند، اینها تمام وسوسه شیطانی هست. در هر وقتی ولو این کم دیر شده باشد شما به نیت نماز جماعت حرکت بکنید و به مسجد بروید. اگر به نماز جماعت نرسیدید انشاءالله باز هم الله متعال ثواب نماز جماعت را به شما خواهد داد. امیدوار هستم که الله متعال نماز سر وقت و نماز با جماعت را نصیب من و شما بگرداند و تمامی عبادات من و شما را به درگاه خودش قبول بفرماید. و صلی الله علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.